ونتا بلک یک ماده مصنوعی ساخته شده از نانولوله کربنیه که توسط مرکز نانو سیستم های دانشگاه سوری ساخته شده. ونتا بلک رکورد جهانی سیاه ترین ماده مصنوعی جهان رو داره و در واقع تیره ترین سیاهی هستش که تا حالا تو زندگیتون دیدید. سطح این ماده انقدر سیاهه که طیف سنج‌های موجود نمیتونن شدت سیاهی اون رو محاسبه کنن و حتی با تابوندن پرتوهای لیزری فوق‌العاده قوی روی سطح اون هیچ نوری به سمت بیننده بازتابیده نمیشه. دلیل این موضوع اینه که ونتا بلک میتونه 99% از نوری که به سمتش تابیده میشه رو جذب کنه و مقدار خیلی خیلی کمی از نور رو برمیگردونه. بذار یه نکته جالبی بهتون میگم. این ماده دقیقاً مثل یک سیاه‌چاله عمل میکنه و نور توش گرفتار میشه و اگه ما بیایم یک جسمی رو با این ماده بپوشونیم، بعد سوم اون از دید ما محو میشه، چون هیچ شکست نوری روی اون جسم اتفاق نمیفته و ما نمیتونیم ابعاد اون جسم رو به درستی ببینیم و دقیقاً مثل یک سایه واسه ما دیده میشه.